سلام. امروز اومدیم دستگاهی رو بهتون آموزش بدیم توی ماینکرافت که شما رو میتونه خیلی به بالا پرتاب بکنیم. همین اول ویدیو میریم که تستش بکنیم و بعدم میریم که سراغ آموزش و خلاصه شما یادش که بریم درست کنیم. و همونجور که میبینید خیلی شما رو به بالا پرتاب میکنه. خب خیلی طول میکشه که دوباره به زمین برگرد. حالا خیلی هم نه ولی خب بازم زیاده. بریم سراغ آموزش. خب ببینید کل مهم در این چیزش اینه که یه جایی رو 5x5 از این دیسپنسر رو میذارید و توی اینا رو باید TNT بذارید. توی همه اینا رو باید یه استک یا هر چقدر خواستید TNT بذارید. توی همه‌شون باید باشه. وقتی که گذاشتید ردستون برمی‌دارید، شیفت رو میگیرید، چون که شیفت رو نگیرید میره اینجوری میشه. شیفت رو میگیرید و روی همه اینا رو ردستون کشی میکنید. خب بعد از اینکه این کارو کردید یکی اینا رو این وسط مثلا این میکنید و جاش میایید یه دونه دکمه برمی‌دارید. دوباره شیفت رو میگیرید میزنید و دکمه رو میذارید. بعد نیاز دارید به فنس. حالا مدلش هیچ فرق نداره. دکمه مدلش هیچ فرقی نداره. قبلش متوجه شدید که همه اینا به هم وصل شده. اینا که گذاشتید یه دونه سطل آب برمی‌دارید. این گوشه ها رو آب میذارید. بعد روی حالت شما عادی باشید یا حالت سروایوال هست. یعنی اگر رو حالت پرواز باشید نمیشه. بعد روی حالت به روی فنس این دکمه رو بزنید. بزنید بیرون و شما رو بالا پرتاب بکنه. اگر هم توی سروایوال باشید چون TNT رو توی آبن دمیجی وارد نمی‌کند. فقط شما باید کلاس بلد باشید که زیر پاتون یه آبی اسلامی چیزی بذارید که نمیره. برای من روی ماینکرافت بدراک یا همون گوشی آموزش دادم ولی روی ماینکرافت جاوا یا همون کامپیوترم کار میکنه. ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنید و چنل منم سابسکرایب کنید.